سلام دوستان، شبتون بخیر. شب 7 شعبان در شهر سامرا و مرقد مطهر امامین عسکریان جمعه شب و شلوغی ظاهره ها رو میبینید که اینجا چای خونه است و چای میخورن و این قسمت هم شام پخش میکنن و شام میکنن. جلوتر میریم ورودی باب القبله رو داریم و هوای زیبای بارونی. انشاءالله قسمتتون بشه و در این مکان مطهر تشریف فرما بشید. این ورودی باب القبله است و موزیف هم روبروی همین دربه. السلام علی یا ائمة الهدی. همونطور که میبینید اینجا فقط یک صحن بزرگه و این روبرو میشه درب باب القبله زری که فعلا به دلیل ساخت و ساز بسته است و شما فقط میتونید از درب باب الفرج برای زیارت وارد بشید. البته برای آقایان برای خانم هم از سمت ورودی باب المراد و پرچم هایی که مزین شده برای تولد امام حسین و حضرت عباس و حضرت زین العابدین که در حرم مشاهده میکنید. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو ما رو دارین دنبال میکنید. لطف کنید لایک و چنل من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا متوجه پیام ها و ولاگ های جدیدی که میذارم باشین و حرم رو به روز مشاهده کنید. این در ادامه همراه من باشید. اینجا میشه ورودی باب الفرج یا درب باب الفرج. جلوتر داریم میریم و اینجا میشه ورودی زیارت برای آقایون و ذریح مطهر رو مشاهده میکنید. خب خیلی ممنونم که ویدیو من رو تماشا کردین. دعاگوی شما عزیزان هستم. منتظر ولاگ بعدی باشین. خدا نگهدار.